سری بزنیم به میل‌های شما عزیزان. برادری آقای عثمان صدیقی نوشتن که در مورد آیه 55 سوره مائده می‌خواستم برام توضیح بدید. بارز معذرت شاید بارا در موردش گفته باشید. ایشون فرمودن که یک دانش آموز هستند و چند روزه که بحث میشه تو کلاسمون، ولی من هیچ نمیتونم، برام شبهه ایجاد شده. آیا این آیه منظورش ولایت علی است؟ تشکر از شما برادر عزیز. من این آیه رو خدمتتون بیارم. سوره مائده آیه 55. احمد جان نشون بده. ببینید قضیه آیه تطهیر و جنجالی که ما هفته گذشته داشتیم با یکی از این آخوندها که همیشه از یک قسمت از یک آیه در بین چند آیه مرتبط به هم میان یکی از اعتقادات باطل خودشون رو میخوان ثابت بکنن. در این آیه هیچ اشاره به امامت علی نیست، هیچ اشاره به امامت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه نیست، بلکه این آیه در ضمن آیاتی اومده که ولایت و دوستی با کفار و با مسلمان ها رو و انجام این رو توضیح میده. همین صفحه رو ما میم از اولش نگاه میکنیم. سوره مائده آیه 51. الله سبحانه و تعالی در اینجا چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. ای کسانی که ایمان آوردید یهود و نصارا را به دوستی نگیرید. مثل که امروز در افغانستان میبینیم که عده‌ای منافق، کسانی که در قلبهایشان مرض است، بر علیه مسلمان ها رفتن با یهود و نصارا دوستی کردن. از زمان کنفرانس بن و همکاری با حمله صلیبی آمریکا و در عراق دیدیم که همون منافقینی که در داخل عراق بودن و منافقینی که در خارج از عراق بودن در اشغال عراق با آمریکا همکاری کردن. در بسیاری از کشورها نمونه های زیادی است که بعضی از مسلمان نماها با یهود و نصارا بر علیه مسلمان ها دوستی میکنن. الله سبحانه و تعالی در آیه 51 سوره مائده در اینجا میاد میگه که ای کسانی که مؤمن هستید، اهل ایمان هستید، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. با یهود و نصارا دوستی نکنید، اونا رو به دوستی بر نگزینید. بعضهم اولیاء بعض. بعضی از اینها دوستان یکدیگرن، آنها دوستان یکدیگر هستند. یعنی یهود و نصارا با هم دیگه دوستن. ببینید که امروز در مثلا در سوریه ببینید منافقین که نمونه بارزشون همین نظام فاشیستی ایران هست، آخوندهای جنایتکاری که سپاه پاسدارانشون و نمیدونم مدافعین حرمشون و حزب اللهشون، اینها در سوریه دارن بر علیه مسلمان ها در اونجا میجنگن. آمریکا هم داره در اونجا میجنگه، روسیه هم داره در اونجا میجنگه. یعنی کفار، یهود، نصارا، منافقین، اینا همه الله سبحانه و تعالی میگه که بعضهم اولیاء بعض، اینا دوستان یکدیگرند. و من یتولهم منکم، کسی از شما که با آنها دوستی بکنه، فانه منهم، این شخص هم از جمله اونها محسوب میشه. این آیه دلالت بر این داره که وقتی یک انسانی با کفار بر علیه مسلمان ها همکاری بکنه از دایره اسلام خارج میشه. این کفر آور است، انسان رو از دایره اسلام خارج میکنه. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. الله سبحانه و تعالی قوم ستمگار رو هدایت نمیکنه. در آیه 52 میاد حالت منافقین رو بیان میکنه. مثلا وقتی که آمریکایی‌ها اومدن، تعدادی از منافقین در افغانستان، در عراق، در کشورهای دیگه قبل از همه رفتن با اونها دوستی کردن، در پارلمانشون شرکت کردن، در کابل و بغداد رفتن برای خودشون دفتری باز کردن. چرا؟ که یک جا مکانی در نزد اونها داشته باشن، از این مال و متاع دنیایی استفاده بکنن. اینها رو حالتشون الله سبحانه و تعالی در آیه بعدی، آیه 52 بیان میکنه. فتر الذین فی قلوبهم مرض
میبینی کسانی را که در دلهایشان بیماری است. بیماری یعنی نفاق، بیماری نفاق. اگر یادتون باشه در اوایل سوره بقره الذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، اینجا بعد از اینکه صفات مؤمنین بیان میشه، صفات منافقین اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. این صفات منافقین است. وقتی که حکومت اسلامی آمد میان میگن بله مگه نمیدونید که ما اسممون محمد و احمد و علی و محمود است، ما که مسلمانیم، ما که دانشگاه اسلامی خوندیم، ما از به اصطلاح دانشکده اصولدین و شریعت فارغ التحصیل هستیم، ما که پدر و پدر بزرگای ما مسلمان بودن. ریش میگذارن. شاید دیده باشید در دوران جهاد در افغانستان همینایی که امروز کروات زدن و ریش سیبیلشون رو تراشیدن و یا ریشاشون رو ماشین کردن، همینا در دوران جهاد القابشون جهادیار، مسلمیار، شهادتیار. وقتی که آمریکایی‌ها اومدن همینا شدن اصلاحی، شدن نمیدونم قانت و شدن ناصح و شدن مسلح و عوض شد همه چیز. اون ریشای بلندشون کوتاه شد، کلاهایی که در سرشون داشتن، عمامایی که داشتن برداشته شد، مولوی فلانی شد دکتر فلانی. چرا؟ این یکی از صفات ایناست. وقتی که کفار سر قدرت بودن اینا خودشون رو نزدیک میکنن تا از مال و متاع دنیا بهره مند بشن. وقتی که مسلمان ها سر قدرت بودن میگن بله ما که از شماییم، ما که مسلمانیم. دوباره ریشا بلند میشه، دوباره همون عبا و قبای اسلامی رو به تن میکنن. فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا الدائره. پس کسانی که در دلهایشان بیماری نفاق است میبینی که در دوستی با آنها، با کفار میشتابند و میگویند میترسیم که به ما آسیبی برسه. حالا ما میخوایم بریم از داخل کار بکنیم، میخوایم که کشته نشیم، میخوایم که زندان نریم، میخوایم که به ما آسیبی نرسه. فعسى الله ان یأتی بفتح او امر من عنده فیصبحوا على ما اصروا فی انفسهم نادمین. پس نزدیک است که الله سبحانه و تعالی فتح و پیروزی رو از طرف خودش نصیب مسلمان ها بکنه، آنگاه این افراد، این قوم از آنچه در دلهای خود پنهان داشتن پشیمان گردن. اینجا صفات منافقین بیان میشه. آیات بعدی هم در مورد ارتداد است، در مورد کسایی که تا میرسیم به آیه 55 که در اینجا الله سبحانه و تعالی بعد از اینکه صفات کفار رو بیان میکنه، دوستی کفار با هم دیگر رو بیان میکنه، دوستی مسلمان با کفار و حکمش رو بیان میکنه، حالت منافقین رو بیان میکنه، در اینجا چی میگه؟ پس یا الله، یعنی انگار که مسلمان ها سوال کردن پس ما با کفار دوستی نکنیم، با منافقین دوستی نکنیم، اگر ما با کفار دوستی کردیم جز آنها محسوب میشیم، از اسلام خارج میشیم، پس دوستان ما کیا هستن؟ الله سبحانه و تعالی در جواب میگه انما ولیکم الله، یار و ولی شما تنها الله است و رسوله و پیامبر الهی است، والذین آمنوا و کسانی که ایمان آوردن، مؤمنین. این مؤمنین صفاتشون چی است؟ الذین یقیمون الصلاة، کسانی که نماز را برپا می‌دارن، و یؤتون الزکات، زکات را میپردازن، و هم راکعون، و اینها همیشه چی هستن؟ اینها در حالت خشوع و فروتنی هستند. این حالت مؤمنین رو بیان میکنه و صفاتشون رو، و اینکه دوست یک انسان مؤمن الله هست، رسول الله هست و افرادی که مؤمن واقعی هستند. دقیقاً همین آیت شبیه این ما در ابتدای سوره بقره داریم که الله سبحانه و تعالی صفات مؤمنین رو بیان میکنه. احمد جان نشون بدید. در اینجا الله سبحانه و تعالی در مورد قرآن کریم میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتابی که هیچ شکی نیست در آن، هدی للمتقین، هدایت است برای متقین، پرهیزگاران. پرهیزگاران کی هستند؟ الذین یؤمنون بالغیب، به غیب ایمان دارن، و یقیمون الصلاة، نماز را برپا می‌دارن، و مما رزقناهم ينفقون. و در ادامه همین صفات مؤمنین در اینجا بیان میشه. پس این آیه هیچ ربطی به امامت مزعومی که در نزد شیعیان وجود داره و ادعا میکنن این آخوندان نداره. اما صفت اینها چی است؟ همیشه آیه تطهیر در مورد همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم، خود همین آیه جزء اولش خطاب به همسران پیامبر است، قسم چند کلمه آخرش انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت. خیلی ها فکر میکنن از شیعیان که این
آیه تطهیر انما یرید الله نه، این آیه تطهیر نیست، این جزئی از یک آیه است. ابتدای همین آیه هم خطاب به همسران پیامبر است، آیه قبلش خطاب به همسران پیامبر است، آیه قبل از اون خطاب به همسران پیامبر است، آیه بعد از اون خطاب به همسران پیامبر است. اما اینا برای اثبات ادعای باطلشون همیشه میان جزئی از آیه رو، آیتی از بین آیت‌های مرتبط به هم رو میان بهش استناد میکنن که هیچ دلیل صریحی بر این اعتقادات باطلی که دارن نداره.